أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین در زیر حدیث 1808 می‌فرماید: وعن ربيعي بن حراش قال، یعنی از ربيعي بن حراش روایت است که گفت: انطلقت مع ابي مسعود الانصاري الى حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم. میگه رفتم همراه ابو مسعود انصاری نزد حذیفه ابن یمان رضی الله عنهم، الله از همه اینها راضی باد. میگه نزد حذیفه رفتیم. فقال له ابو مسعود، پس میگه ابو مسعود حذیفه رضی الله عنه را گفت که حدثنی ما سمعت من رسول الله صلی الله علیه و سلم فی الدجال. گفت برای ما بگو آن چیزی که شنیدی از رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره دجال، یعنی آن چیزی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره دجال شنیدی، برای ما اون حدیث را تکرار کن و حدیث را یادرس کن و اون حدیث را بگو. قال، پس میگه حذیفه رضی الله عنه گفت که این الدجال یخرج، هر آینه گفت دجال خارج می شود، دجال می براید. و این معه ماء و نارا، هر آینه گفت همراه دجال آب است و آتش است، آب و آتش همراه دجال می باشد. فاما الذی یراه الناس ماء فنار تحرق، پس گفت اما آن چیزی را که مردم می بینند آن را آب، یعنی آن چیزی که در چشم مردم آب هست، فنارون، پس اون آب نه بلکه آن آتش هست، آن آب نه بلکه آن آتش می باشد که تحرقو، یعنی آتش سوزان است، می سوزاند. و اما الذی یراه الناس نارا، و اما آن چیزی را که مردم آتش میبینن، چشمان مردم در نظرشان یا در چشم مردم آتش نمایان میشود، فماء بارد عذب، پس اون آتشی که در چشم مردم است او در اصل آبی خنوک گوارا است، آبی خنوک شیرینی هست، برای خوردن و برای استفاده بردن بسیار لذت بخش است. فمن ادرکه منکم، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که هر کسی از شما ادرکه، یعنی که دریافت دجال را، هر یکی از شما دجال را که دید، فلیقع فی الذی یراه نارا، پس میگه باید خودش را بیاندازد در آنی که چشمانش آن را آتش میبیند، یعنی آن چیزی که چشمانش آتش دید خچ در داخل یعنی همون آتش پرتاید. فانه ماء عذب طیب، پس هر آینه گفت اون آبی گوارای خوبی هست، آبی گوارای تازه هست که خودش را در داخل یعنی همون آب بپرتاید. فقال ابو مسعود، پس ابو مسعود رضی الله عنه میگوید و انا قد سمعته، میگه و من همچنین از رسول الله صلی الله علیه و سلم این سخن را همچنین شنیدگی هستم. این سخن را میگه من همچنین از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم. که این حدیث متفق علیه است. این بود حدیث 1808 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1809 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و میگوید: و عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما قال، یعنی از عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما روایت است که گفت: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که
یخرج الدجال فی امتی فیمکث 40. گفت که می براید دجال در بین امت من، ظهور میکند دجال در بین امت من، فیمکث 40، پس می ایستد 40، می ایستد 40. اکنون راوی حدیث میگوید که لا ادری 40 یوما او 40 شهرا او 40 عاما، میگه نمیدانم که 40 روز گفت یا 40 ماه گفت یا 40 سال گفت، اینش میگه نمیدانم، یعنی که راوی فراموش کرده است. اما میگه 40ش در یادم هست که گفت که در بین امتی من 40 می ایستد. اما در حدیث های پیش نگفتیم که 40 روز است، روز اولش به مثل 1 سال است، روز دویمش به مثل 1 ماه است، روز سیمش به مثل 1 هفته است، 37 روز باقی موندهش به مثل روزهای دیگر می باشد. این در دیگر حدیث راوی دیگر فراموش که نکرده بودن ذکر کردن. اما عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنهما همین چیز را فراموش کرد که 40 چی بود، یعنی روز بود یا ماه بود یا سال بود. خب اکنون بعد سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم رو میگوید که فیبعث الله تعالی عیسی ابن مریم علیه السلام، پس میگه میفرستد الله سبحانه و تعالی عیسی ابن مریم علیه السلام رو، فیطلبه فیهلکه، پس حضرت عیسی علیه السلام یطلبه، یعنی که از دنبال دجال بشود، از پشت دجال بشود، در تعقیبی دجال بشود که دجال را پیدا بکند. وقتی که میگه پیداش میکند فیهلکه، پس میکشد، به هلاکت میرساند دجال ملعون را. ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة، بعد از اونه که میگه حضرت عیسی علیه السلام دجال را از بین که میبرد، دجال را به حرکت که میرساند، یمکث الناس، مردم میمانند، 7 سنین، 7 ساله که لیس بین اثنین عداوتون، در بین دو کس دشمنی وجود ندارد. یعنی 7 ساله که کسی با کسی دشمنی نمی کند، 7 ساله که کسی با کسی دیگر کینه و عداوت ندارد، بدبینی وجود ندارد دیگر. ثم یرسل الله عز وجل، بعد میگم الله سبحانه و تعالی میفرستد ریحا باردتا من قبل شام، یعنی بادی سرد را از جهت شام میگه الله سبحانه و تعالی باد را میفرستد، فلا یبقى علی وجه الارض احد، پس میگه باقی نمیماند در بالای زمین کسی که فی قلبه مثقال ذره من خیر او ایمان الا قبضته، یعنی میگه در بالای زمین کسی باقی نمیماند که فی قلبه مثقال ذره من خیر، در دلش به اندازه ذره اگر که خیر باشد، یعنی هر کسی که در دلش ذره خیر باشد میگه دیگه باقی نمیماند، او ایمان، یا کسی که در دلش ذره ایمان دارد اون هم میگه باقی نمیماند که الا قبضته، مگر اینکه همون بادی آمدگی روح این را قبض میکند، روحش را میگیرد، یعنی که به هلاکت میرساند این انسان را. حتی لو ان احدکم دخل فی کبدی جبلین، میگه حتی اگر که یکی از شما در دل کوه هم بدراید، در تگ کوه هم در آمده برود، لدخلته علیه حتی تقبضه، پس حتما میگه این شمال، این باد که آمدگی از باد سرد و خنک، انا همین باد میگه میدراید در انا همون دل کوه، حتی تقبضه، تا اینکه این انسانی که ذره در دلش خیر است، این انسانی که ذره ایمان دارد، این روحش قبض بکند، هر کجایی که باشد. یعنی در هر کجایی که انسان پنهان شود از این شمال و از این باد و از این باد سرد و خنک، میگه این باد حتما اونجا میدراید، اون را پیدا میکند و اون را روحش را قبض میکند و قبض جان میکند اون انسان را. فیبقا، چرا این کارا میکند؟ زیرا که دیگه باید اهل ایمان نماند، کسی که در دلش ذره خیر است باید اونها نماند. انا اکنون میگه فیبقا شرار الناس،
پس میگه در بالای زمین بدترین مردم میموند. بالای زمین دیگر بدترین مردم میموند. زیرا که شمال و بادی که آمد، کسی که ذره خیر در قلبش بود، کسی که ذره ایمان داشت، روح او را گرفت، دیگر نماند. انسان‌های خیرخواه، انسان‌های ایماندار نماندند. اکنون بدترین مردم میمانند. فی خیفت الطیری. پس اون مردم میگه در هوسرانی و در شتاب کردنی به سوی گناه میگه و به سوی معصیت میگه رفتن، به سبوکی پرندگان هست. فی خفتی طیر، یعنی که در سبوکی پرندگان هست. یعنی چی؟ یعنی گناه و معصیت را چنان انجام میدهد چی طوری که پرنده زود به هر جا پریده رفتن میگیرد، چطوری که پرنده زود به یک جا میرسد. پس انا همین طور اینها میگه در گناه و معصیت و در بدبختی و در کارهای افلاسی به مثل همین پرنده است، میگه زود در اونجا حاضر میشود، گناه و معصیت رو انجام میدهد. و احلام السباعی، و میگه در دشمنی و قتل و خونریزی و بدبختی مانند درندگان هست. مانند درندگان هست که زود میگه هجوم میکنه، دیگر عقل نیست، دیگر مانعه نیست که این را از خونریزی، از دشمنی، از بدبختی پیش راش بگیره. زیرا که انسان‌های نیک همه رفتند و اکنون بدترین مردم ماندن که این مردم دو صفت دارد. یکمش در گناه و معصیت به مثل پرنده ها سبوک هستند، زود خودشان میرسانند. در دشمنی و خونریزی به مثل درندگان هستند. لا یعرفون معروفا. این بدبخت ها میگه دیگر نمیشناسن کار نیک را، دیگر که کار نیک گفتنی گپ رو اینها میگه دیگر نمیدانند. ولا ینکرون منکرا، و اینها همچنین دیگر انکار نمیکنند منکر را. یگان کاری بد رو انکار نمیکنند، کار نیک رو که نمیشناسند، کار بد رو انکار نمیکنند، یعنی همون کار بد رو انجام داده رفتن میگیرن. فیتمثل لهم الشیطان. انا اکنون در این لحظه میگه آشکار میکند خودش را برای اینها شیطان میآید خودش، نفس خودش برای این طور انسانهای شرار و ناس، بدترین مردم میگه آشکار میکند. فیقولو، پس شیطان این بدترین مردم را میگویند که الا تستجیبون، آیا شما نمیپذیرید فرمان من را؟ آیا شما قبول نمیکنید فرمان من را؟ آیا شما گپ من را نمیگیرین؟ فیقولون، پس این بدترین مردم میگویند که فما تأمرنا، پس تو ما را به چی امر میکنی ای شیطان ملعون؟ فیأمرهم بعبادت الاوثانی، پس امر میکنه، میگه این مردم بدترین مردم را به عبادت کردن بتها، با عبادت کردن بتها میگه امرش میکند. و هم فی ذلک دار رزقهم، و در حالی که این مردم میگه در همین زمان میگه دار رزقهم، یعنی بسیار هست رزقشان، یعنی کمبغل نیستن، نادار نیستن، بی پول نیستن، بلکه رزقشان فراوان است. حسن عیشهم، زندگیشان هم بسیار زیبا هست، زندگیشان خوب هست، مشکلات مالیوی و مشکلات اقتصادی دیگر اینها ندارد. ثم ینفخ فی الصور، انا اکنون در همین لحظه میگه دمانده میشود در صور، یعنی قیامت برپا میشود. میگه فلا یسمعه احد الا اصغى لیتا و رفع لیتا. فلا یسمعه احد، پس میگه نمیشنود آواز سور را کسی مگر اینکه اصغى لیتا، یعنی یک طرفی گردنش را خم میکند، و رفع لیتا، و یک طرفی گردنش را بلند میکند، یعنی سرش را کجلو میگیرد. چقدر که یک انسان بیچاره و بیچاره حال رو میبینی، یک طرفی سرش کج میگیرد و طرفی کتفش، پس یک طرفش خم میشود، طرفی مقابلش چی میشود؟ بلند میشود. پس انسان را میبینی میگه به همین شکل میشود. و اول من یسمعه، و اولین کسی که آواز سور را میشنود رجل، مرد است که یلوت حوض ابلیه،
یعنی که تعمیر کرده ایستاده است، ساز کرده ایستاده است حوض شترش را، جایی که شترش را آب میدهد و که میدهد و خوراک شترش را میدهد. پس میگه اولین کسی که آواز سور را میشنود انا همین مرد است که فیوسعقو. پس وقتی که این مرد در حالت ساز کردن جای شترش است، حوض شترش است، و فیوسعقو، پس بهوش میشود، از هوش میرود وقتی که صدای آواز سور را میشنود. و یوسعق الناس، پس باقی مانده مردم هم همچنین همشون از هوش میروند و بهوش میشوند. ثم یرسل الله، بعد میگه میفرستد الله سبحانه و تعالی. او قال، راوی شک کرده است، میگه یا پیغمبر گفت که ینزل الله مطرا، یعنی که یا الله سبحانه و تعالی میفرستد باران را، یا گفت که الله سبحانه و تعالی میفرارد، یعنی میباراند باران را. پس هر دوش به تاجیکی تقریبا یک چیز است، یعنی الله باران را میفرستد یا باران را میباراند. پس هر دوش یعنی که باران می آید. کانه طل او الظل، گویا اینکه انا همون بارانی که الله سبحانه و تعالی میگه میفرستد، به مثل که میگه همون باران تیل هست. تیل یعنی که شبنم هست، به مثل شبنم چخیلی که سحر میخیزی در بهار و در این وقت که زمین ها تر شدگی از شبنم باریدگی هست. پس به مثل انا همون میگه شبنم بری میگه باران میبارد، میگه او ظل به مثل سایه است، میگه بارانی که به مثل سایه هست. فتنبت منه، پس میگه میروید از انا منه، به سبب همین شبنم یا به سبب همین سایه، به مثل سایه‌ای که آمدگی بود. پس میگه الله سبحانه و تعالی میرویاند اجساد الناس، یعنی جسم های مردم را. پس مردم میگه سبز میشوند، این مردم دوباره سبز گردانده میشود و زنده گردانده میشود. ثم ينفخ فیه اخرى، باز میگه دمانده میشود در سور بار دیگر، بار دویم میگه باز در سور دمانده میشود. فاذا هم قیام ینظرون، پس ناگهان آن مردم به پا میخیزند و ینظرون، در حال نظاره کردن هستند و در حال نگاه کردن هستند و در حال دهشت زده هستند. پس مردم میگه میخیل از جایهاشون به پا میخیزند و راست میشوند. ثم یقالو، پس گفته میشود، پس گفته میشود، یعنی که قیامت قایم شد اکنون، قیامت شد و مردم همه وفات کرد، از بین رفت. با چند سال بعدی که الله سبحانه و تعالی این باران رو این رو نازل کرد، مردم رو دافی دوم در محشر اکنون آماده شان کرد و تیار شان کرد. اکنون حالا مردم همه میخیزند که در میدان محشر در روز قیامت هستند. ثم یقالو، پس گفته می شود یا ایها الناس هلم الی ربکم، ای مردم بیایید به سوی پروردگارتان. اکنون قیامت برپا شد و قیامت دویم بار هم از زنده گردانده شد و روز سوال و روز حساب و کتاب برپا شد. اکنون الله سبحانه و تعالی میگه گفته که وقفوهم انهم مسئولون، سوره صافات آیت 24. الله میگه که وقفوهم، یعنی نگه دارید اونها را نگهشان بدارید. انهم مسئولون، هر آینه آنها پرسیده خواهند شد، اونها پرسیده خواهند شد از هر لحظه حیاتشان، از هر دارایی هایشان، از هر چیزی که نعمتی که الله سبحانه و تعالی براشان داده است، اکنون از همه اینها پرسیده خواهند شد. وقفوهم امر معنی میکنن برای حساب و کتاب. ثم یقالو، پس میگه در همون هنگام گفته میشود اخرجو بعث النار، یعنی جدا کنید دوزخی ها را، کسانی که باید دوزخ بروند اکنون در از بین مردم میگه دوزخی ها را جدا کنید. میگه فیقالو، پس میگه گفته میشود، پرسیده میشود که من کم، یعنی چند کس، یعنی عددی دوزخی ها چند قدر هست، چند فیصد هست. فیقالو، پس میگه گفته میشود من کل 1999.
یعنی از هر 1000 آدم 999 تاش دوزخی است. از هر 1000 آدم 999 تا. ببین اکنون 1% بگیم 10 از 1% تقریبا مردمی جنتی است. 99 از 10 9% مردم چی میشدن؟ یعنی دوزخی میشدن، زیرا که از 1000 نفر فقط 1 نفرش جنتی است. از 1000 نفر 999 تاش دوزخی می باشد. فذلک یوم، پس میگه آن روزی است که یجعل الولدان شیبا، میگرداند کودکان را پیر و موی سفید. یعنی دهشتش چنان وزمین است که کودک نوزاد از دهشت و از غم و از مشکلات آن روز پیر میگردد، پیرانسال می شود. و ذلک یوم یکشف عن ساق، و آن روزی هست که برداشته می شود حجاب از ساق. حجاب از ساق برداشته می شود، یعنی که الله سبحانه و تعالی حساب و کتاب شروع می کند. الله سبحانه و تعالی غضبش را در اونجا آشکار می کند. اکنون کسی که اهل ایمان است در نعمت قرارش میتید، کسی که اهل ایمان نیست فاسق و فجور دارد، کفر دارد و شرک دارد و مشرک است و بدین است و دشمن الله و رسول است، در اونجا الله سبحانه و تعالی که یوم یکشف عن ساق، روزی که حجاب برداشته می شود از ساق. منظور از حجاب برداشته می شود از ساق یعنی که الله سبحانه و تعالی غضبش برای اونها نشان میدهد. الله سبحانه و تعالی غضبش از اونها برای اونها نشان میدهد. همچنین ما از این حدیث ظاهرش هم میگیریم روزی که حجاب از ساق برداشته می شود، ساقی که به الله جل جلاله لایق و سزاوار است، همون ساقی که به الله جل جلاله لایق است و سزاوار است. زیرا که الله سبحانه و تعالی به مثل این آیت هم دارد که روز یکشف عن ساق یعنی که حجاب برداشته می شود از ساق. پس ما ساق را برای الله جل جلاله اثبات میکنیم، به طبق این حدیث و آیتی که در قرآن آمدگی است اثبات میکنیم، اما کیفیتش را به الله جل جلاله میسپاریم. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی هست. پس این بود حدیث 1809 کتاب ریاض الصالحین. اکنون امام نووی رحمه الله یک کلمه را در اینجا شرح میتید، بیان میکنه، میگه که اللیتو، لیت یعنی در اونجا گفت که آواز سور را نمیشنود مگر اینکه آواز سور هر کسی که میشنود اصغا لیتن و رفع لیت. لیت یعنی لیت معناش چیست؟ صفحة العنقی، یعنی یک طرفی گردن، بری گردن را صفحه یعنی بگیم بری گردن را چی میگن؟ لیت. و معناه، میگه معنای لیتن در اینجا یضع صفحة عنقه، یعنی که خم میکند، پس میکند یک طرفی گردنش رو کج میگیرد به طرف کتفش، و یرفع صفحته الاخرى، و میبردارد یک طرف دیگری گردنش رو. یعنی که یک طرف اگر که طرف دست راست گردنت رو کج کردی، طرف دست چپ چیکار میکند؟ بلند میشود. پس همین را در نظر دارید که اینکه گردن ها کج میشوند، گردن ها رو کج میکنند، چطوری که یک بیچاره حال گردنش کج میباشد. خب این بود حدیث 1809 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1810 کتاب ریاض الصالحین را میآورد و میگوید و عن انس رضی الله عنه قال، یعنی از انس رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت انس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لیس من بلد الا سیطعه الدجال، میگه که نیست کشور و قشلاق و دهه مگر اینکه وارد میشود، داخل میشود به اونجا دجال ملعون. یعنی در هر مکان و شهر و دهه و قشلاق بدبخت و ملعون دجال داخل میشود. الا مکه و المدینه، غیر دو جا، یکم مکه دوی مدینه، مکه و مدینه ده داخل نمی شود دجال ملعون.
ولیس نقب من انقابها، میگن نیست در از درهای مکه و مدینه، یا نیست درآمدگاه از درآمدگاه های مکه و مدینه، الا علیه الملائکه، مگر اینکه در اون درآمدگاه، در درآمدگاه مکه و مدینه میگه ملائکه ها هستند که اون ملائکه ها صافین، صف کشیدگی هستند، صف گرفتگی هستند تا اینکه دجال داخل نشود. تحرسهما یعنی که پاسبانی میکنن مدینه و مکه را، مکه و مدینه را میگه پاسبانی میکنن، نگاه میکنن از داخل شدن دجال ملعون که دجال در آمده نتواند و نمیتواند دیگر بدراید. فینزلو بسبختی، پس میگه وقتی که دجال در مدینه و در مکه داخل شده که نمیتواند، پس میگه جا میگیرد و میفراید در مکانی که نامش سبخه هست، در سبخه میدراید. این سبخه در نزدیکی مدینه هست، در نزدیکی مدینه می باشد. پس به این نزدیکی مدینه را می آید، در مکان سبخه جا می گیرد. فترجف المدینه ثلاث رجفات. پس میگه وقتی که دجال به این مکان سبخه که می آید قریبی مدینه، پس میگه فترجف المدینه ثلاث رجفات، یعنی می لرزد، می جنبد مدینه 3 بار جنبیدنیه. 3 بار میگه مدینه به لرزه می آید، می جنبد. یخرج الله منها کل کافر و منافقین، یعنی میراند، سر میکند الله تبارک و تعالی از مدینه هر کافر و منافق را. هر کافر و منافقی که در مدینه بود از مدینه میگه سرشان میکند و پیششان میکند و میراند آنها را و بیرون از مدینه میکند تا اینکه با لشکر دجال ملعون یک جا باشد. پس از مدینه پیشش میکند. بگد رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. این بود حدیث 1810 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1811 کتاب ریاض الصالحین را میآورد و میگوید و عنه رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از انس رضی الله عنه روایت است که هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که یتبع الدجال من یهود اصبهان 70,000 علیهم الطیالسة. یتبع الدجال یعنی که پیروی میکند دجال را، در مذهب و در دین دجال میدراید. من یهود اصبهان یعنی از یهودی هایی که در اصفهان زندگی میکنن، یهودی های اصفهان. 70,000 70,000 یهودی های اصفهان با دجال یک جا میشوند، همراه دجال میباشند. علیهم الطیالسة، در بالای اون یهودی ها میگه طیالسه است. طیالسه یعنی جامعه کشاده که عالم ها و پیشوایان یهودیان بر کتفشان یا که به گردنشان میگیرند، جامعه ها یا اون لباس های کشاده که در گردنشان یا در کتفشان میپرتایند، همون را میگن طیالس. پس میگه بگم همون یهودی ها در گردنشان چی دارن؟ همین جامعه طیالس دارن، در گردنشون همین جامعه کشاده که یهودی ها بر گردنشون میکنه، اونها هم همین جامعه رو دارند. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. این بود حدیث 1811 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1812 کتاب ریاض الصالحین را میآورد، میگوید و عن ام شریک رضی الله عنهما، یعنی از ام شریک رضی الله عنها روایت است که انها سمعت النبی صلی الله علیه و سلم یقول، هر آینه ام شریک شنیده است رسول الله صلی الله علیه و سلم را که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید لینفرن الناس من الدجال فی الجبال، یعنی حتما میگریزن مردم از دجال به طرف کوها. وقت دجال میآید مردم میگریزن به بلندی ها و به طرف کوها. رواه
مسلمون این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. این بود حدیث 1812 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1813 کتاب ریاض الصالحین را میارد و میگوید وعن عمران بن حسین رضی الله عنهما قال، یعنی از عمران بن حسین رضی الله عنهما روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، یعنی شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که می گفت ما بین خلق آدم الى قیام الساعة امر اکبر من الدجال. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که در فاصله که بین آفرینش آدم علیه السلام تا به قیامت هست هیچ رویداد و هیچ کار بزرگتر از فتنه دجال وجود ندارد. یعنی که از زمانی که الله جل جلاله آدم علیه السلام را خلق کرده است تا برپا شدن قیامت کار هیچ رویداد هیچ کار بزرگتر از فتنه دجال نمی باشد. پس بزرگترین چیز این فتنه دجال ملعون می باشد. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. این بود حدیث 1813 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1814 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و میگوید وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، یعنی از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید یخرج الدجال، دجال ظهور میکند، دجال میبراید فیتوجه قبله رجل من المؤمنین، پس می رود به طرف دجال مرد از مؤمنین، یک مرد از مؤمنین میگه نزد دجال می روند. بعضی میگن این مردی که بعد نزد دجال می رود این حضرت خضر علیه السلام می باشد. باز والله اعلم. بعضی میگن حضرت خضر است. فیتلقاه المصالح، یعنی که می بیند این مرد که نزد دجال رفته ایستاده است. المصالح، مصالح یعنی که اون تلخا و اون گواردیا و اون حمایتگرانی اون لشکری دجال، کسانی که دجال را حمایت میکنن، پس اونها میگه میبینن یک مرد رو که مرد مؤمن رو که به نزد دجال رفته ایستاده است. مصالح دجال یعنی که لشکران دجال یا که تلخای دجال یا که محافظای دجال. فیقولون له، پس میگوین اون محافظهای دجال، لشکر دجال این مرد رو میپرسن که الی این تعمدو، این به کجا قصد داری، به کجا میروی؟ فیقولو، پس این مرد جواب میدهد میگوید که اعمد الی هذا الذی خرج، میگه که قصد دارم که بروم به نزد همین کسی که برآمده است. فیقولون له، پس اون لشکر دجال که به دجال ایمان آورده بودند، پس این مرد مؤمن رو میگویند که او ما تؤمنو بربنا، یعنی آیا تو ایمان به پروردگار ما نداری؟ دجال در نظر دارن، آیا تو ایمان به دجال نداری؟ فیقولو، پس اون مرد مؤمن جواب میدهد میگوید که ما بربنا خفاون، یعنی در پروردگار ما چیز پنهان ماندگی نیست. یعنی چی؟ یعنی همه صفاتهای الله جل جلاله برای اهل ایمان آشکار و واضح است. اهل ایمان صفاتهای الله جل جلاله را میداند. پس ما بربنا خفاون یعنی چیز پنهان ماندگی نیست نسبت به پروردگار ما که الله جل جلاله است. فیقولون، یعنی که انکارش میکند، و این طریق انکارش میکنه، یعنی که این دجالی دروغگوی کذابی کور یک چشمه است، این پروردگار ما نیست. برای خاطر میگه ما بربنا خفاون، یعنی با پروردگار ما را صفاتش یگان پنهانی و یگان مفهومی و بگیم سر ماندگی نیست، همه شما صفاتهای پروردگارمون رو میدونیم. فیقولون، باز لشکر اون دجال ملعون میگه که اقتلوه، یعنی بکشید این مرد را، بکشید که این با دجال ایمان ندارد. فیقول بعضهم لبعض،
بعد در بین لشکر دجال اون محافظان دجال ده گفتگو می شود. بعد بعضیشون به بعضی دیگرشون میگوید که الیس قد نهاکم ربکم، یعنی آیا شما رو پروردگارتان منع نکرده بود دجال در نظر، آیا شما رو دجال منع نکرده بود ان تقتلوا احدا دونه، این که بکشید شما کسی رو به اجازت دجال، یعنی دجال منع کرده بود محافظه و پیرواش که به اجازتش کسی را بکشن. پس لشکر بعضش در بعضش اینطور یادآوری کرد که دجال یعنی پروردگارشان منعشان کرده است از کشتن بعضیشان. فینطلقون به الى الدجال، پس اون لشکر دجال این مرد مومن را میگه میبرن به نزدیک دجال، پیش دجال میبرندش. فاذا راه المؤمن، پس هنگامی که میبیند دجال رو این مرد مؤمن، این اهل ایمان وقتی دجال رو میبینن، قال میگوید، این اهل ایمان میگوید یا ایها الناس، ای مردم، این هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه هر آینه این مرد دجال است که گفتگی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بارش، یعنی که این همون دجال ملعون است. ای مردم آگاه باشه که این همان دجال ملعون است. فیامر الدجال به، پس امر میکند نسبت به این مرد دجال، امر میکند فیشبع، پس یعنی که دست دراز میکنن لشکرانشون به طرف این مرد، یعنی دستی برای زدن دست دراز میکنن لشکرانی دجال به طرف این مرد مؤمن. فیقولو، پس میگوید دجال ملعون میگوید که خذوه، یعنی بگیرید این مرد مؤمن را، و شجوه، و سرش را بکفانید، بگیرید این مرد مؤمن را سرش را بکفانید. فیوسع ظهره و بطنه ضربا، پس میگه فیوسع یعنی بسیار از حد زیاد میزنند در پشت اون مرد مؤمن و در شکم اون مرد مؤمن ضربا، زدنی های یعنی خیلی زیاد این مرد مؤمن را لشکر دجال میزنند. فیقولو، باز دجال پرسان میشود او ما تؤمنو بی، یعنی آیا تو ایمان به من نمیاری؟ این مرد مومن رو بار دیگر میپرسد که آیا ایمان به من نمیاری، یعنی به دجال پروردگار بودنش ایمان نمیاری؟ فیقولو، پس میگه اون مرد مومن میگوید انت المسیح الكذاب، تو میگه همون مسیح دجال کذاب و دروغگو هستی. فیؤمر به، باز میگه امر کرده میشود. فیؤشر بالمنشاری، پس میگه اره کرده میشود با اره، ارهش میکنن میگه این مرد را، این مرد مؤمن را، من مفرقه، یعنی از تار فرق سرش سر میکنن، اره کردن را از بین سرش اره کردن را سر میکند. حتی یفرق بین رجلیه، تا اینکه میگم که بریده میاد تا بین دو پاشه، یعنی که از بین دو بلکش میکند، دو تقسیمش میکند. ثم یمشی الدجال بین القطعتین، بعد میگه راه میرود دجال در بین این دو پاره که پاره کرد، یعنی که این مرد رو از بین دو پاره کرد، از بین این دو پاره میگه دجال خودش میگذرد، راه میرود. ثم یقول له، بعد از گذشتن میگه دجال باز میگوید این مرد رو که قم، برخیز از جایت بخیز. وقتی میگه دجال این مرد رو امر میکند که از جایت بخیز، فیستوی قائما، پس این مرد میگه از جایش میخیزد راست. پس یک انسان صحت و سلامت و گویا که هیچ اره و هیچ شدگی نیست، از جاش میگه صحت و سلامت بر میخیزد. ثم یقول له، بعد میگه دجال باز این مرد رو میگوید اتؤمن بی، یعنی آیا ایمان میاری به من؟ دجال این مؤمن رو میپرسد که آیا باز ایمان به من میاری؟ فیقولو، پس این مرد مؤمن میگوید مزددت فیک الا بصیرتا، یعنی زیاد نکردم در باره تو مگر اینکه آگاهیم را، یعنی این کارهایی که تو کرده ایستادی باوریم و علمم رو زیاد کرده استی که تو یک دجال ملعون هستی، از این دیگر بیش نه. فقط میگه در باره تو معلوماتم زیاد شده ایستاده است،
آگاهی هم زیاد شده است که تو همون دجال ملعون هستی. ثم یقولو، پس همین مرد مؤمن میگوید که یا ایها الناس، یعنی که ای مردم، انه لا یفعل بعدی باحد من الناس، هر آینه این دجال انجام دادن نمیتواند بعد من به کسی از مردم چنین کاری را. این کاری که در حق من کرده مردم اطمینان میدهد که مطمئن باشید و باور داشته باشید که دجال نسبت به شما این کار کرده نمیتواند، فقط به من کرد و خلاص. فیاخذه الدجال لیذبحه، پس میگیرد این مرد مؤمن رو دجال تا اینکه ذبحش کنه، تا اینکه به قتل برساندش. فیجعل الله ما بین رقبته الى ترقوته نحاسا، پس قرار میدهد الله جل جلاله، یا میگرداند الله جل جلاله بین گردن این مرد و بین شانه ها، بین کتف این مرد میس، یعنی که از گردن این مرد را الله جل جلاله میس میگرداند، آهن میگرداند. فلا یستطیع الیه سبیلا، پس دیگه دجال نمیتواند که راه پیدا کند برای ذبح کردن این مرد، زیرا اینکه جایی که باید ذبحش بکند گردنش، الله جل جلاله گردن این مرد را میس میگرداند، آهن میگرداند. فیاخذ بیدیه و رجلیه، پس دجال این مرد را از دو دست و از دو پایش میگیرد و یقذف به، و این مرد را میپرتاید، این مرد را میپرتاید. فیحسب الناس انها قذفه الى النار، پس مردم فکر میکنن، گمان میکنن و تصور میکنن که انها قذفه آینه، انما قذفه آینه پرتافته از دجال این مرد را به آتش، به دوزخ پرتافته است، یعنی به آتشش پرتافته است. و انما القی فی الجنه، هر آینه پرتافته شده که است این مرد مومن در جنت، نه در دوزخ، زیرا که پیشتر حدیث رو گفتیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که آن آتشی که شما میبینید آب گوارا هست در اصل، و آن آبی که شما میبینید اون آتش میباشد. پس مردم فکر کردن که این رو در آتش پرتافت، اما نه، برعکس این در جنت افتید و داخل جنت شد. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید هذا اعظم الناس شهادتا عند رب العالمین، یعنی همین مرد بزرگترین مردم از روی شهادت است در نزد پروردگار عالمیان. چرا این مرد بزرگترین شهادت را با خودش دارد، بزرگترین شهید است؟ چرا؟ زیرا اینکه در پیش ظالمترین ظالم ها سخن حق را گفتگی است، در پیش ظالمترین ظالم ها سخن حق را گفته است. برای همین خاطر اعظم الناس شهادتا عند رب العالمین گشته است، سببی اعظم ترینش همین است. اما در پیش ظالم سخن حق گفتن این خود جهاد است، این خود اگر به قتل رسید شهادت است، اما نه از پشت تلفن و نه در شبکه‌های اینترنتی و نه از پشت ظالم، بلکه در روپرویش جسمن به جسمن روپرو شدی گفتن حق، این خود جهاد است، بزرگترین جهاد است. اما از پشت اینترنت و در تلویزیون و در ویدیو کردن و این چیزها نه، اینها فتنه بیش نیستند، اینها را شریعت منع میکند، اینها ضررش از فایدهش بسیارتر می باشد. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. و رواه البخاری بعضه بمعناه، و امام بخاری هم بعض همین حدیث را روایت کرده است با معنایش، یعنی که بعضی از معناهایی که در همین حدیث خواندیم حالا در بخاری هم هست. بعد امام نووی رحمه الله یک کلمه را شرح میده، میگه که المصالح، معنای مصالح هم الخفراء، همون نگهبانان هستند، همون حمایت کنندگان، همون تلخو هستند. و طلائع، همون لشکر و یا طلائع کسانی میگن که پیش صف هستند، در صف دفاع در قطار اول میستند، همونها را میگن طلائع. پس
همون کسانی که در خط دفاع در اول که بودن، همونها این مرد رو دیدن، با این مرد صحبت کردن. پس همونها که هستن مصالح و دجال هستن، یک تلخا یا لشکرها یا نگهبانانی دجالی ملعون می باشند. پس این بود حدیث 1814 کتاب ریاض الصالحین. پس این حدیث هم همچنین به آخر رسید. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1815 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و می گوید: و عن المغیرة ابن شعبة رضی الله عنه قال، یعنی از مغیره ابن شعبه رضی الله عنه روایت است که گفت: ما سأل احد رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الدجال اکثر مما سألته. میگن نپرسیده از کسی رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در باره دجال بسیارتر از اونه که من رسول الله را پرسیدگی هستم. یعنی که چنان زیاد در باره دجال میگه من رسول الله صلی الله علیه و سلم رو پرسیدگی هستم که کسی دیگری به مثل من پرسیدگی نیست. و اینه قال لی، میگه هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای من گفت، یعنی مغیره ابن شعبه را رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته است که ما یضرک، یعنی دجال به تو ضرر رسانده نمیتواند ای مغیره ابن شعبه. یعنی که وقتی مغیره ابن شعبه بسیار زیاد رسول الله صلی الله علیه و سلم رو درباره دجال که پرسید، پس از نگرانی زیادی که مغیره داشت، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ای مغیره ما یضرک، یعنی که تو را ضرر داده نمیتواند دجال ملعون. قلت انهم یقولون، پس مغیره میگه که من گفتم که رسول الله مردم میگویند که ان معه جبل خبز و نهر ماء، هر آینه همراه دجال کوه از نان هست و نهر از آب هست. یعنی که همراه دجال به مثل کوه بری نان همراهش هست و به مثل دریا بری آب همراهش هست. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که هو اهون علی الله من ذلك، یعنی اون دجال خارتر و زبونتر است در نزد الله جل جلاله از اون چیزهایی که دارد. از اینه که میگویی، یعنی که اگر هر چیزی که دارد خلاصش این است که دجال خار است، خلاصش این است که دجال زبون و دجال خار و ذلیل هست، هر چیزی که قطعش هست نیست. در نزد الله جل جلاله دجال خار و ذلیل می باشد. این حدیث متفق علیه است. پس انسان همچنین هر چیزی که دارد وقتی در نزد الله جل جلاله خار باشد، پس اون انسان اون چیزهای داشتهش براش هیچ فایده ندارد، زیرا که نزد رب العالمین خار و ذلیل هست. پس این بود حدیث 1815 کتاب ریاض الصالحین که این حدیث متفق علیه می باشد. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1816 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و می گوید: و عن انس رضی الله عنه قال، یعنی از انس رضی الله عنه روایت است که گفت: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت انس میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ما من نبی الا وقد انذر امته الاعور الكذاب، میگن نیست پیغمبر مگر اینکه واقعا بیم دادگی هست، خبر دادگی هست امتش را از کوری، از یک چشمه دروغو. اعور یعنی کوری که بسیار کذاب است، یک چشمه کوری کذاب. میگه هر یک پیغمبر امتش را از این یک چشمه دجال، از این یک چشمه دروغو حذر دادگی هست و انذار دادگی هست. الا انه اعور، میگه آگاه باشید، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه آگاه باشید، هر آینه که این دجال کور هست، یک چشمه هست. و ان ربکم عز وجل لیس باعور، هر آینه پروردگار شما عز وجل لیس باعور، یعنی کور نیست، یک چشمه نیست. پروردگار شما یک چشمه نمی باشد. مکتوب بین عینیه کاف فا را،
یعنی که نوشته شدگی هست در بین دو چشمان دجال، حرف کاف و حرف فا و حرف را جدا جدا، یعنی که کفر یا کفره یا کافر است. کافر ملعونی دجال میگه در پیشانیش نوشته شدگی است کاف و فا و را. پس در پیشانی دجال این نوشته شده می باشد. پس این علامت های هست که مؤمن دیگر میشناسد دجال را. وقتی که میبیند دجال یک چشمه است، پروردگار ما یک چشمه نیست و دجال در بین دو چشمانش نوشته شدگی هست که کفره، یعنی کاف فا را نوشته شدگی است. این بود حدیث 1816 کتاب ریاض الصالحین، حدیث متفق علیه می باشد. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1817 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و می گوید و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الا احدثكم حدیثا عن الدجال ما حدث به نبی قومه. رسول الله میگه گفت که آگاه باشید، سخن میگویم برای شما سخنی که سخن درباره دجال، ما حدث به نبی قومه، یعنی گفتگی نبود این سخن را پیغمبر به قومش، یگان پیغمبرهای گذشته قومش از این سخن آگاه کردگی نبود. انه اعور، آگاه باشید که این شیطان، این دجال ملعون اعور است، یک چشمه هست، یک چشمش کور می باشد. و انه یجیء معه بمثال الجنة و النار، و هر آینه میگه دجال می آورد همراه خودش چیزی را که به مثل جنت و دوزخ است. یعنی که ببین بمثال الجنة و النار، گونه که جنت و نار خود آورده نمیتواند، یعنی جنت و دوزخ تا دجال خود آورده نمیتواند، بلکه شبیه جنت و نار میارد، به مثل به مانندی جنت و نار همراهش دارد دجال ملعون. میگه فلتی یقول انها الجنة هی النار، پس همون را که دجال میگوید که این جنت است، این مردم رو به جنتش، به جنت دجال دعوت میکند، هی النار، پس در حقیقت اون جنت نیست بلکه اون آتش است. یعنی در ظاهر میبینی جنت هست، اما در اصل میگه اون جنت نیست بلکه چی است؟ بلکه آتش میباشد. اما اون آتشی که همراهش دارد اون آتش چی است؟ جنت است. چطوری که از حدیث های گذشته در این مسئله معلومات گرفتیم. این حدیث حدیث متفق علیه میباشد. این بود حدیث 1817 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1818 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و می گوید و عن ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ان رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر الدجال بین ظهراني الناس فقال، میگه که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد کرد، ذکر کرد دجال را در بین مردم و پس گفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین مردم درباره دجال سخن گفت و پس میگه فرمود که ان الله لیس باعور، یعنی الله جل جلاله یک چشمه نمی باشد، الله جل جلاله کور نمی باشد. الا ان المسیح الدجال اعور العین الیمنى، گفت که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که آگاه باشید که مسیح دجال دروغگوی کذاب اعور العین الیمنى، یعنی کور می باشد چشم راستش، چشم راستی دجال کور می باشد. کأن عینه عنبتون طافیتون، میگه به مثل این که چشمهای دجال عنبتون طافیتون، یعنی که انگوری برآمدگی هست،
انگوری که قاق می شود و می براید به مثل انا همین هست، یعنی که چشمانش کور شدگی است، بگیم قاق شدگی است و بیرو برآمدگی می باشد. پس این صفتی دجال ملعون است که یک چشمه می باشد و یک چشمش کور است. این بود حدیث 1818 کتاب ریاض الصالحین که این حدیث متفق علیه می باشد. بعد از این حدیث 1819 کتاب ریاض الصالحین شروع می شود که تا اینجا در مسئله دجال بود. با همین مسئله دجال با آخر رسید و بعد از این در مسئله برپا شدن قیامت امام نووی رحمه الله حدیث ها را برامون تقدیم میکند. ان شاء الله این حدیث 1819 کتاب ریاض الصالحین را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. به همین درس امروزه را به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.